گلی که پرسپولیس زد به هیچ عنوان شانسی نبود. شما به نوع ضربه باکیش نگاه کنید، قشنگ میدونید یه اصل هست برای یه تیم وقتی همچین بازیکنی داره. واقعا تکنیکش بی‌نظیره. اینجا این گلی که میزنه رو من چند بار نگاه کردم، بازم میگم برن فدراسیون فوتبال ایران این ضربه باکیچو بازم میگم نشون بده به ضربه زننده کسی که میتونه گل بزنه از این ضربه. من هیچ چی نمیگم، نوع وایستادنش رو ببینید چجوری ضربه رو میزنه. یک توپو هیچ وقت به قول ما لاف نمیزنه که ملاقه‌ای نمیزنه، محکم میزنه مثل دکلان رایس زد. تکنیک زدن ضربهش این بدنش پایینه، بدن بالانه که توپ بره بالا و توپ چنان میزنه که من میگم اگه تور نبود شاید رفته بود تهران. توپ انقدر خیلی محکم زد. یعنی خب بعضا بیرامت فرصت نداشت بهش برسه. میگم چرا ببین وقتی زاویه‌ای که دروازه‌بان از شما ضربه میزنی، من اعتقاد دارم تحت هر شرایطی دروازه‌بان باید بگیره، چون زاویه خودش باید بگیره، مخصوصا دروازه‌بان در تیم ملی هست. اما چرا نتونست بگیره؟ واقعا ضربه غیر قابل تصور بود، یعنی شدت قدرت ضربه عالی بود. و نکته جالب‌تر این بود که جالب برای من این بود که موقعی که می‌خواست ضربه رو بزنه التماس می‌کرد تو بدیم به من. آره نمی‌خواستم بدم بزنه. من ببین یه بازیکن وقتی تو جریان بازی این کارو میکنه، من اگه مربی باشم میگم آقا بدیم بهش، این بازیکن میدونه میخواد چیکار کنه، ببین واقعا میدونست میخواد چیکار کنه، این نبود که شانسی زده باشه. اما چرا بیرامد این گل خورد؟ ببین اینجاست، بیرامد توپو نمیبینه حضرت جان. بیرامد نباید یه مقدار بیشتر متمایل به سمت چپش میشد، چون اون سپرده دیوار دفاعی. دقیقاً تو چنین شرایطی تو کاری نداری سمت راست چه خبره. اگر رو سطح دفاع زد دیگه هنر اونه دیگه، کسی از تو ایراد نمیگیره که. تو باید حتما یه طرف وایسی که اگه سمت تو اومد بتونی عکس‌العمل نشون بدی. اولا تو اصلا ندید، دوم انقدر محکم بود. اما در هر حال من اعتقاد دارم بازیکنی که در رده ملی است باید یه کارایی بکنه که ما بگیم بابا خیلی هم عالی. ولی واقعا گلی که باکیش زد یکی از گل من اعتقاد دارم ممکنه بهترین گل فوتبال ایران امسال بشه. خیلی دیدنی فوق‌العاده بود، استثنایی بود این ضربه. امیدوارم که بازیکن‌های ایرانی هم از این ضربات بزنن که ما هم لذت ببریم.